خداوندا برای او نشانه قرار بده تا در کار خیری که قصد دارد کمکش کند. توفیل ابن امری دوسی. توفیل ابن امری دوسی سردار قبیله دوس، مردی شریف و معروف در میان عرب و یکی از صاحب فکران انگشت شماری دوران جاهلیت بود. آتش دیگش هیچگاه خاموش نمیشد و در خانه‌اش همیشه روی مهمانان باز بود. گرسنگان را سیر میکرد و بر خوفزدگان امان میداد و پناهی برای پناهجویان بود. با این وجود او ادیب زیرک و دانا و شاعری نازکبین بود و احساسی نازک داشت که از هر سخن شیرین و تلخی که میتواند یک کلمه آن تأثیر بخش باشد آگاه بود. توفیل زادگاهش تهامه را به مقصد سفر به سوی مکه ترک کرد. آن زمان مکه به یک میدان نبرد میان کافران قریش و پیامبر صلی الله علیه وسلم تبدیل شده بود. هر دو جانب میخواست برای خود یاری دهنده ای داشته باشد و برای گروه خود طرفداران را جمع کند. پیامبر صلی الله علیه وسلم که مردم را به سوی پروردگارش دعوت میکرد، یگانه سلاحش ایمان و حقیقت جویی بود. کافران قریش باشد با این دعوت پیامبر صلی الله علیه وسلم با تمام قوا مبارزه میبردند و تمام وسیله را استفاده میکردند تا سد راه مردم شوند. توفیل خود را داخل این نبرد یافت، حال آنکه هیچ آمادگی برای این نداشت، زیرا مقصد از آمدنش به مکه این نبود و در فکرش هم نمیگذشت که میان محمد و قریش نبردی است. اینجاست که توفیل از این نبرد قصه فراموش نشونده ای دارد. بیایید به آن گوش اندازیم، زیرا بهترین قصه است. توفیل رضی الله عنه قصه اش را نقل کرده میگوید: به مکه آمدم. وقتا که سرداران قریش مرا دیدند، به نزدم آمده پیشواز گرفتند و گرامی هم داشتند و در بهترین مکان جایم دادند. سپس به من گفتند: ای توفیل، تو به شهر ما آمدی و آن مردی که گمان میکند او پیامبر است وضعیت ما را آشفته کرده، آرامش را از ما برده و جمع ما را پریشان کرده است و ما ترسی آن را داریم که مبادا آنچه بر سر ما آمده است بر سر تو و قومت بیاید. از این رو با آن مرد سخن مگوی و چیزی هم از او مشنو، زیرا سخن او مثل جادو است. بین پسر و پدر، بین برادر و دادر، بین زن و شوهر جدایی می اندازد. توفیل رضی الله عنه می گوید: سوگند به خدا که درباره او به من چنان قصه های عجیب و غریبی کردند و من از ترس گرفتار نشدن خود و قومم قصد کردم تا به این مرد نزدیک نشوم و با او سخن نگویم و از او چیزی نشنوم. چون فردا برای طواف کعبه و تبرک جستن از بت‌هایی که بزرگشان می‌دانستیم و به خاطر آنها حج می‌کردیم به مسجد رفتم. از ترسی که مبادا سخن محمد به گوشم درآید در گوش‌های خود پخته نهادم. لیکن وقتا که داخل مسجد شدم دیدم که او در نزد کعبه نماز می‌خواند. نمازش مثل نماز ما نبود. چنان عبادت می‌کرد که عبادتش مثل عبادت ما نبود. این منظره مرا خوشحال کرد. عبادت او به من تأثیر گذاشت و حس کردم که به اختیار کم کم به او نزدیک می شوم. حتی که به او نزدیکتر شدم. خواست خداوند چنین بوده است که بعضی از آن چی که می گفت به گوشم رسید. از آن بسیار خوشم آمد. به خود گفتم: مادرت به اعضایت بشیند ای توفیل. تو یک شاعر عاقل هستی. نیک را از بد فرق می کنی. چی می شود که به سخنان این مرد گوش اندازی؟ اگر سخنی خوب باشد میپذیری و اگر بد باشد آن را ترک میکنی. توفیل رضی الله عنه میگوید: سپس منتظر شدم تا رسول خدا صلی الله علیه وسلم به خانه اش رفت. از پسش رفتم و به خانه او در آمدم. گفتم: ای محمد، قومت درباره تو به من چنین و چنان گفتند. سوگند به خدا که آنها مرا چنان ترسانیدند که من در گوشم پخته گذاشتم تا تو را نشنوم، اما خداوند خواسته است تا چیزی از سخنانت را من بشنوم و آن به من خوش آمد. دینت را به من بیاموز. اینجا بود که دستم را دراز کردم و گواهی دادم که نیست خدای جز الله و محمد رسول خدا است و به دین اسلام در آمدم. توفیل رضی الله عنه میگوید: بعد از این چند مدتی در مکه ماندم. اسلام را آموختم و از قرآن کمی حفظ کردم. وقتا که قصدی برگشتن به سوی قومم را کردم گفتم: ای پیامبری خدا، قومم مرا اطاعت میکنند. من به نزد آنها برگشته آنها را به اسلام دعوت میکنم. خداوند را دعا کن تا نشانه بدهد تا در راه دعوتم به من کمک کند. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت:
خداوندا برای او نشانه بده. به سوی قومم رفتم، حتی که در مکانی رسیدم که از خانه های آنها بلند بود. نور میان دو چشمم مثل چراغ درخشان شد. گفتم خداوندا آن را در غیر رویم ببر تا مردم گمان نکنند که از سبب ترک کردن دینمان به این عذاب گرفتار شده است. آن نور از رویم به سر قمچینم گذشت. مردم آن نور را از دور در نوک قمچینم می دیدند که مثل چراغ آویزان بود. وقتا به نزد آنها آمدم، پدرم به نزدم آمد که مردی پیران ساله بود. من به او گفتم از من دور شو ای پدر، من از تو نیستم، تو از من نیستی. گفت چرا این خیل میگویی پسرم؟ گفتم من اسلام آوردم و از دین محمد صلی الله علیه وسلم پیروی میکنم. گفت ای فرزندم دین من دین تو است. گفتم بیرو آب بازی کن و لباسهایت را پاک کن تا چیزی که تعلیم گرفتم به تو نیز تعلیم بدهم. رفت آب بازی کرد، لباسهایش را پاک کرد، سپس آمد با او اسلام را آموختم و او اسلام آورد. سپس همسرم آمد. گفتم دور شو از من از تو نیستم و تو از من نیستی. گفت پدر و مادرم فدایت، چرا این خیل میگویی؟ گفتم اسلام بین من و تو جدایی انداخت. من اسلام آوردم و از دین محمد پیروی میکنم. گفت دین من دینی تو است. گفتم بیرو و با آب زیشرا آب بازی کن. زیشرا بوته بود برای قبیله دوس که در گرد آن آب بود. آن آب از کوه می آمد. گفت پدر و مادرم فدایت، آیا می ترسی که از زیشرا ضرری به ما برسد؟ گفتم تو و آن زیشرا هلاک شوید. و تو گفتم بیرو و دور از چشم مردم آب بازی کن و من ضمانت می دهم که این سنگ گم چیزی کرده نمی تواند. رفته آب بازی کرد. سپس آمد. با او اسلام را پیشنهاد کردم و او اسلام آورد. سپس مردم دوس را به سوی اسلام دعوت کردم. همگی سستی کردند مگر ابو هریره که در آوردن اسلام از همه پیش دستی کرد. توفیل رضی الله عنه میگوید همراه با ابو هریره رضی الله عنه به مکه به نزد پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم آمدم. پیامبر صلی الله علیه وسلم به من گفت ای توفیل چه خبر داری؟ گفتم در دلهای اهل دوس پرده ای از کفر است. فسق و فساد آنها را غالب آمده است. پیامبر صلی الله علیه وسلم خیست، طهارت کرد، سپس نماز خوانده دستانش را به سوی آسمان برداشت. ابو هریره رضی الله عنه میگوید وقتا او را در این حالت دیدم ترسیدم که در حق قومم دعا میکنند و آنها هلاک میشوند. گفتم وای بر حال قوم من. لیکن پیامبر صلی الله علیه وسلم دعا کرده گفت خداوندا دوس را هدایت کن، خداوندا دوس را هدایت کن، خداوندا دوس را هدایت کن. سپس رو به سوی توفیل کرده گفت به سوی قومت برگرد و با آنها با نرمی رفتار کن و آنها را به سوی اسلام دعوت کن. توفیل رضی الله عنه میگوید من در سرزمین دوس ماندم و مردم را به سوی اسلام دعوت میکردم تا اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم به سوی مدینه هجرت کرد و جنگ‌های بدر، احد و خندق گذشت. من با 80 عائله از قبیله دوس که ایمان آورده بودند به نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم برگشتم و پیامبر صلی الله علیه وسلم از این خوشحال شد و در غنیمت‌های جنگ خیبر ما را با مسلمانان شریک کرد. گفتم ای پیامبری خدا در تمام جنگ‌ها ما را از طرف راست لشکر بگذار و کلمه مبرور را شعار ما قرار بده. توفیل رضی الله عنه میگوید تا فتح مکه همراه با رسول خدا صلی الله علیه وسلم بودم. روزی به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتم ای پیامبری خدا مرا به سوی بوت ذوالکفین، بوت امری ابن حمامه بفرست تا آن را آتش بزنم. پیامبر صلی الله علیه وسلم با او اجازه داد تا در سریه همراه با قومش به سوی آن بوت برود. وقتی آنجا رسید و قصد سوزاندن آن بوت را کرد مردم در اطراف او جمع شدند و منتظر بودند که به او بدی میرسد و یا آتش بالای او می آید اگر به ذوالکفین ضرری رساند. لیکن توفیل رضی الله عنه در روبروی آن بوت ایستاد. در پیش چشمان عبادت کننده هایش آن بوت را به آتش کشیده این شعر را خواند: یا ذا الکفین انا لست من عبادک، میلادنا اقدم من میلادک، اینی حشوت النار فی فؤادک. دیری نگذشت که آتش آن بوت را در خود فرو برد و با همین ریشه بت پرستی از قبیله دوس به کلی در آن آتش سوخت و آن قوم همگی اسلام آوردند.
بعد از این توفیل ابن امری دوسی تا مرگ پیامبر صلی الله علیه وسلم همراهش بود. وقتی که بعد از پیامبر صلی الله علیه وسلم ابوبکر رضی الله عنه خلیفه شد، توفیل خود و شمشیر و پسرش امر را در خدمت خلیفه قرار داد. وقتی که جنگ با مرتدان آغاز شد، توفیل رضی الله عنه همراه با پسرش امر در صف مسلمانان برای جنگ با مسیلمه کذاب برآمد. در راه به سوی منطقه یمامه خوابی دید. به دوستانش گفت: من خوابی دیدم، شما آن را تعبیر کنید. گفتند: چه خواب دیدی؟ گفت: خواب دیدم که سرم را تراشیدند و از دهانم پرنده‌ای برآمد و زن مرا در شکمش انداخت و پسرم امر خواست همراه با من آید، لیکن میان ما جدایی افتاد. گفتند: خوابی نیکی است. توفیل رضی الله عنه گفت: سوگند به خدا که من آن را تعبیر کردم، اما تراشیدن سرم این معنای بریده شدن آن است. آن پرنده‌ای که از دهانم برآمد روحی من است و اما آن زنی که مرا در شکمش انداخت زمین می باشد که برای من قبر می کنند و مرا داخل آن می کنند و من آرزو دارم که شهید بشوم. اما آمدن پسرم از پس من این معنای آن است که او نیز می خواهد به چیزی که من نائل می گردم اگر خدا خواهد نائل گردد، لیکن او را بعدها این چیز مشرف نشد. در جنگ یمامه این صحابه جلیل توفیل ابن امری دوسی رضی الله عنه بلاهای سختی را از سر گذرانید، حتی که بر زمین افتاده جام شهادت را چشید. اما پسرش امر باشد مدام جنگ را دوام میداد، حتی که او را جراحت‌های برداشته‌اش بیمدار کرده بودند و دست راستش را در این جنگ از دست داد. به مدینه برگشته دستش را همراه با پدرش در زمین یمامه گذاشت. زمان خلافت عمر ابن خطاب رضی الله عنه بود که امر ابن توفیل به نزدش درآمد. طعامی را به نزد عمر رضی الله عنه آوردند. مردم آنجا نشسته بودند. عمر رضی الله عنه مردم را برای تناول آن طعام دعوت کرد. امر باشد از خوردن خود را عقیب گرفت. عمر رضی الله عنه با او گفت: چه شده است تو را؟ آیا از روی شرم از دستی بریده‌ات با ما طعام نمیخوری؟ گفت: آره ای امیر مومنان. عمر رضی الله عنه گفت: سوگند به خدا که من از آن طعام نمیچشم تا اینکه آن دستی بریده‌ات را در آن بزنی. سوگند به خدا که میان قوم جز تو کسی نیست که بعضی از بدنش در جنت باشد. منظورش دستی بریده او بود. از زمانی که پدرش را از دست داده بود آرزوی شهادت در فکر و یاد او بود، تا اینکه در جنگ یرموک امر رضی الله عنه همراه با دیگر سربازان اسلام به سوی این جنگ رفت و در آن جنگ جام شهادتی را که پدرش به او مژده داده بود چشید. خداوند توفیل ابن امری دوسی را رحمت و مغفرت کند. او شهید پدری شهید است.